عزیز، خواه حاجی باشی، خواه 5 بارم حج رفته باشی، اگر کلم تا یا دختر تا، ما برای شما اعلان میکنم فتوای حنفی مذهب، هر کسی دخترش لیچ است، سطر ندارد یا اینکه زنش پیشی برش میتاود، این دیوس است، نماز الله قبول نمیسازد. اگر امام شود نماز تای سر بخوان، امامتی را حق ندارد. مذهب امام اعظم رحمت الله علیه، هر کسی که زنش سطر ندارد، دخترش حجاب ندارد، اگر در کوچه رومال خود قدی براید، پیشی برش اگر محکم نباشد، دیوس است. الله دیوس دوست نمی دارد، پیغمبر دیوس دوست نمی دارد. ثلاثه قد حرم الله علیکم الجنه، مدمن الخمر والعاقل والدی والدیوس و هو الذی یقر سوء فی اهله. 3 گروه مردم از جنت محروم هستند، یکش عاقل پدر و مادر، دویمش عراق نوش، سومش کسی که انانی زنش سطر